سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه هفتم می همراه شما. یک جوان 25 ساله تاجیک که از سوریه برگشته است میگوید شاهد بیدادگری‌های اعضای گروه دولت اسلامی شده و با چشمان خویش دیده است که چگونه مسلمانان را با تهمت ناحق سر بریدند. فاروق شریفوف ساکن شهر خوجند در یک نشستی که وزارت امور داخلی روز هفتم می در کاخ جامع دوشنبه برگزار کرد گفت ماه مارت به سوریه رفته و بعد دیدن واقعیت‌های وحشت‌انگیز از آنجا فرار کرده است. پیکاپ در قفاش در آخر چی زدگیم اعوذ بالله رنگ کریست کردگیم اما یادم مرده ها را خیلی کشان میکنه این پگار دوتا کپایت. با گفته فاروق او در شهر رقه سوریه بوده و آنجا دیده است که جنگجویان گروه دولت اسلامی زنان را به حیث غلام شهوانی استفاده میکنند و زمانی که به دلشان زد به دیگران هدیه میکنند. در تاجیکستان نخستین بار جراحان پیوندساز با آنهای فوتبال بازی کردند که روی میز جراحیشان خوابیده بودند و از مرگ نجات یافتند. بازی فوتبال تیم پیوند و پیوندساز شام 6 اپریل در دوشنبه برگزار شد و در تیم اول افرادی بازی کردند که گرده و یا عضو دیگری از آنها را بازیگران و یا جراحان دسته پیوندساز عوض کردند. با گفته طبیبان هدف بازی رمزی نشان دادن معجزه است که طبیبان می توانند انجام بدهند. سال 2013 ماه سپتامبر در شهر دوشنبه مرکزی پیوندسازی عضو و گفتار انسان پیوند گرده شدم. من امروز این حال فعالیت دارم. شکر میکنیم و اظهار سپاس و مینتداری خود رو به طبیبان و دکترانی مرکز رساندنی. بازی فوتبال جراحان و بیماران سابقشان با حساب 4-3 بر فایده فوتبال بازان پیوند خاتمه یافت. بازیگران دسته پیوندساز، طبیبان مرکز علمی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسانی مرکز ملی طبی در تاجیکستان هستند. مقامات نیروگاه سنگتوده یک میگویند شرکت برق تاجیک از آنها تا کنون 496 میلیون و 400 هزار سامانی قرضدار شده است که نظر به ماه گذشته تقریبا 10 میلیون سامانی زیاد است. برق تاجیک خریدار یگانه نیروگاه برق آبی سنگتوده یک است که اکثریت سهمیه های این نیروگاه در دست روسیه است. بنابر قرض زیاد و نپرداختن حق نیروی برق سنگتوده یک بین نیروگاه و شرکت برق تاجیک گاه بحث و جنجال برمیخیزد. ماه سپتامبر سال 2014 برق تاجیک گفت تا ماه سپتامبر توانسته است حدود 2 میلیون سامانی قرض سنگتوده یک را بپردازد. در شهر دوشنبه روز هفتم می مرحله نهایی آزمون قرآن خوانی برگزار شد که در آن 10 نفر دانندگان این کتاب مقدس برای مسلمانان شرکت کردند. در این آزمون جوانان تا 25 ساله از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان از روی 5 بخش شرکت داشتند. برای داوری به آزمون که با مساعدت دانشگاه اسلامی تاجیکستان هم صورت گرفت، داوران از کویت، سوریه، عربستان سعودی و مصر شرکت داشتند. آزمون قرائت قرآن در تاجیکستان سر از سال 2012 شروع شد و هر سال برگزار می شود. در آستانه تجلیل 70مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی در شهر دوشنبه محفل معرفی کتاب نو با نام عسکران غلبه برگزار شد. در این مراسم در کتابخانه ملی تاجیکستان مقامات رسمی، اهل ادب و فرهنگ و تحلیلگران و کارشناسان تاجیک شرکت داشتند. در کتاب که ژنرال بازنشسته عبدالله حبیبوف و خبرنگار رجب میرزا تهیه کردند، سرگذشت 94 سابقه‌دار جنگ دوم جهانی از شهر دوشنبه تصویر شده است. تصمیم گرفتیم که اشتراکچی‌های جنگ بزرگ وطنی از شهر دوشنبه که امروز در شهر دوشنبه اقامت دارند درباره همون نوشتیم، درباره هر کدام همون نوشتیم، زندگی نامه و یارو نوشتیم، در کدام محاربه ها و اشتراک کردن و به واسطه و خودشون گویند که چطور جنگ کردن در محاربه ها با چه موفقیت ها نوید گردیدن، چه مشکلی ها بود. ژنرال عبدالله حبیبوف همچنین گفت این کتاب هدیه به افتخار 70مین سالگرد غلبه بر فاشیسم است. در تاجیکستان حالا بیش از 880 سابقه‌داران جنگ جهانی دوم زندگی می‌کنند. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.